بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شما إن شاء الله تعالى في درس نو خود کتاب اصول السته، یعنی کتابی که شیخ محمد تمیمی رحمه الله این کتاب تألیف کرده و نوشته کرده و ما شرح بلایزی نوشته کردیم به زبان فارسی. این کتاب ان شاء الله تعالی خدمت شما تقدیم میکنیم که بعد از اینکه حمد و ثنا به الله سبحانه و تعالی میگیم و درود به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم. این کتاب که از اساسات ششگانه را بیان میکنه، اصول سته یا 6 اساس بسیار مهم بیان میکنه که اگر این کتاب ما و شما بفهمیم میتونیم که از این دین بسیار مسائل مهم یاد بگیریم. و ما خواستم در شرح از این مسائل مهمه به مشکلی که مؤلف ترتیب کرده ما با دلایل زور از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال سلف و همچنین صحابه و تابعین و تابع تابعین و تا اقوال دیگر علما از مفسرین اینا را گرفتیم. ان شاء الله تعالی ما و شما این کتاب شروع میکنیم و درس مقدماتی که مقدمی مؤلف هست. در اینجا مؤلف کتاب خود شروع میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم و میگه که من اعجب العجاب و اکبر الآیات الدالة علی قدرت الملک الغلاب 6 اصول. میگه از چیزهای بسیار جالب و از بزرگترین دلایل قدرت الله سبحانه و تعالی، قدرت الملك الغلاب یعنی الله سبحانه و تعالی که مالک متصرف غالب است. میگه 6 اصول بیانها الله تعالی بیانا واضحا. میگه 6 اصول هست که ایره الله سبحانه و تعالی بسیار به شکل واضح بیان کرده. ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من اذکیاء العالم. باز این میگه بسیار غلط شدن بسیاری از انسان هایی که اونا در جمله اذکیای عالم هستن یا بسیار مردم های ذکی و ذکاوت دارن و عقلاء بنی آدم دی بسیاری از کسا دمی اصول ششگانه غلط کرده هم الا القلیل الا اقل القلیل، مگر بسیار اقتداد کمی از اینها. خب در اینجا اول مؤلف رحمه الله میگه که من اعجب العجاب و اکبر الآیات الدالة علی قدرت الملک الغلاب. و در اینجا عالم میگه که این جالب ترین و بزرگترین دلیل به قدرت الله سبحانه و تعالی امی اصول ششگانه هست. و طبعا اصول به معنای اصل هست و الاصل هو ما یبنى علیه غیره. اصل چی رو میگن؟ میگن اصل، اساس یا تحداب یا ریشه را میگن که اصل چی هست؟ ما یبنى علیه غیره هست که چیزی که بالای از او دیگر چیزها بنا میشه. او ما یتفرع عنه غیره، یا از او چیزهای دیگه چی میشن؟ فروعات دیگه یا بخشهای دیگه از او گرفته میشه. که اساس الحیطان، مثلا اساس دیوال چی هست؟ تحداب است. بنان وقتی که تحداب گذاشته شد دیگه اصل میگن و بالای از این دیوارها بالا میشوند. و همین قسم مثلا اصول شجر یعنی ریشه درخت که هست اساس است، اصل است و از این فروعات دیگه شاخچه های دیگه گرفته میشه و به این خاطر ایره اصل میگن. و اصول یا اساسات ششگانه که عالم بیان کرده هست چی هست که ما شما او را بفهمیم؟ اصول یا اساسات ششگانه که عالم بیان کرده هست، اساس اول اخلاص توحیدی و بیان ضد آن که شرک است. یعنی بیان میکنه که یکی از اساسات اخلاص توحیدی هست که انسان مؤمن 100%
عبادت خدا و اطاعت خدا خاص به خاطر رضایت الله بکنه، اخلاصی که هیچ شرکی در وجود نداشته باشه. ضد اخلاص چی هست؟ شرک است. اینال و شرک اگر اخلاص 100% شد دیگه شرک اکبر و شرک اصغر اینا کلشان از بین میرن. دومی اصل اجتماع در دین با نظام اسلامی و نهی از تفرقه ها هست. دومی اساسی که در اسلام اصل دومی که بیان شده هست از اصول ششگانه چی هست؟ که در اسلام اساسش اجتماع هست. انما المؤمنون اخوة. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، اولین پیمانی که در مدینه منوره بین مهاجرین و انصار ایجاد کرد اخوت و برادری ایمانی بود و امی اساس اخوت و برادری ایمانی هست که انسان بالاخره به چی میکشانه؟ به ای که باز نظام اسلام ساخته شده. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم امی که الله سبحانه و تعالی در اول گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه تعیین میکنم. حالا این نظام خلافت در زمین الله چه قسم تطبیق میشه؟ وقتی که مؤمنین موحدین کل اسلام مثل برادر چی کنن؟ اجتماع بکنن، جمع شون با یک کلمه واحد که لا اله الا الله محمد رسول الله هست و مطابق هستی به مطابق قرآن و سنت عمل بکنن و نهی کرد از تفرقه ها. این نقطه دومی هست که عالم در کتاب خودی را بیان میکنه. سومین اصل میگه سمع و طاعت به رهبریت با ایمان هست، نه رهبران مبتلا به نواقض ایمان. سمع و طاعت است که وقتی مسلمان ها رهبر خدا خلیفه مسلمان ها را تعیین کردن، رهبر سیاسی مسلمان ها تعیین شدن، بناءً از او همه باید طاعت بکنن و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بناءً سمع و اطاعت ازی به اساس که با اطاعت از قرآن و سنت است، چون این رهبر سیاسی مسلمان ها چی میکنه؟ رهبر سیاسی مسلمان ها عهد میکنه و تعیین شده به اساس ازی که شریعت الله را در زمین الله تطبیق میکنه. وقتی که این شریعت الله را در زمین الله تطبیق میکنه، بناهن همه باید به چی داشته باشن؟ مسلمان ها سمع و طاعت داشته باشن و در این چی سمع ازی و از اطاعت ازی سرکشی نکنه، ولو که یک غلام چی باشه؟ حبشی باشه، رأسه کذبیب، سرش مثل چی باشه؟ مثل یک کشمش واره، یعنی سرک بسیار خود داشته باشه، سیاپوست باشه و غلام حبشی باشه. وقتی که رهبر مؤمنین تعیین میشه، مؤمنا به این مکلفیت دارن که از اطاعت بکنن به شرطی که این اطاعت از الله و رسولش بکنه و به شرطی که در نواقض ایمان داخل نشه. چرا وقتی که اگر رهبر مسلمان ها در ناقض از نواقض ایمان داخل میشه، بناهن بیعت ازی خود به خود از بین میره. چهارمی نقطه ای هست که معرفی علم و علما هست، فقه و فقها هست. این انسان میگه اصل دیگه هست که عالم و علما و فقیه و فقها. علما و فقها کی هستن؟ کسایی هستن که قرآن و سنت مشناسن، اصول دین مشناسن و امو علمای ربانی هستن که اینا برای مردم اصل دین با تمامی احکامش بیان میکنن و معرفی مخالف آنان کسانی که با آنان مشابهت کردن و از آنان نیستن. برعکس ازی کسایی را معرفی میکنن که اونا مثل احبار هستن، رهبان هستن، درباری ها هستن، ملاهای دموکرات هستن، ملاهای سلاطین هستن، دعات الابواب جهنم هستن. کسایی هستن که اینا لباس علما را پوشیدن، لکن علم از اینا علم نافع نیست، بلکه علمشان مثل علم احبار است، مثل علم رهبانی هست که اونا مغضوب علیهم و در ضالین اینا چی شدن؟ داخل شدن. یعنی علم درست نداشتن که اینا را نجات بده و یا علم داشتن لکن به علم عمل نکردن، یا عمل کردن بدون علم عمل کردن مثل ضالین دیگه. این باز معرفی میکنن. پنجمین اصل میگه معرفی اولیاء الله حقیقی هست که اونا مؤمنای با تقوا هستن. امروز مثلا بزرگترین مشکل امت اسلام چی هست؟ که مثلا متأثر با ادیان دیگه شده، کسایی را ولی فکر میکنن که او سخنایش مشنوید شرکیات است، کفریات است، بیدینی هست و مردم به بسیار زشتی ها مبتلا میکنن.
از این خاطر اولیاء الله کی هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. بنابراین اولیای حقیقی را ما بشناسیم که کی دوست الله هست و ما با امر از دوستی بکنیم و کی دشمن الله هست. بسیاری وقتا متاسفانه با گذشت زمان دشمن الله خدا در لباس دوست الله معرفی میکنه و کارهایی که ضد تقوا و ضد ایمان سر انجام میده و عوام الناس فکر میکنن که این ولی از اولیاء الله هست و این خلاص است و این رسیده و این ضرورت به عبادت نداره، ضرورت به اطاعت نداره، ضرورت به پوشیدن حتی لباس نداره، حتی ستر عورت نداره، حتی به الفاظی که میگه نیاز نداره که الفاظ خوب بگه، بلکه هر شرک و هر کفری که میگه او را انجام بده. ششم رد شبهه شیطان در ترک قرآن و سنت به خاطر سختی آن. ششمی اصلی است که الله سبحانه و تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر، الله متعال کتاب خدا به کل بشریت فرستاده است و قرآن عظیم شان آسان ترین کتاب برای فهم است، آسان ترین کتاب برای فهم است. خب یکی مسائل مهمی که برای یک انسان عادی ضرورت است بنام در قرآن عظیم شان بسیار واضح است. مسائل اعتقادی، مسائل اطاعت از پیغمبران، مسائل شرک، مسائل کفری، کلش واضح بیان شده هست که ایره هر کسی که برش بیان شده میفهمه. اما این مسائل استنباطی که مثلا از کدام آیت قرآن چی احکام استنباط و طلاب میشه، اون مسائل تخصصی و تحقیقی علیده هست. لکن اصل قرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر، الله میگه ما قرآن آسان برای ذکر، برای یاد گرفتن، برای تطبیق کردن، برای فهمیدن، برای عمل کردن قرآن الله سبحانه و تعالی آسان ساخته. لکن متاسفانه شیطان یک شبهه بسیار خطرناک در بین عوام الناس ترویج کرده که حتی بسیاری از علما هم به این شبهات شیطان مبتلا شدند. این است که قرآن بسیار سخت است، حدیث بسیار سخت است، بنابراین تو دین از قرآن و از سنت گرفتن نمیتونی، تو مجبور هستی از دیگه کتاب ها استفاده بکنی تا که تو دین بفهمی. و به این شکل قرآن در انزوا قرار گرفت و سنت در انزوا گرفت و حتی تا بسیاری وقتی که علمای رو ببینیم، مثلا وقتی که در هند شاه ولی الله دهلوی اولی بار مثلا میایه و قرآن ترجمه میکنه به زبان فارسی، مردم تعجب میکنن که شما قرآن، یا مثلا بسیاری جای دیگه که وقتی علما درس ترجمه و تفسیر قرآن شروع میکنن سرازی مثلا بسیار مردم ها میخیزن که باید وقتی که تو اگر میخوایی که قرآن بفهمی باید 14 علم یاد داشته باشی. کسی که 14 علم یاد نداشته باشه نه قرآن هم میفهمه نه سنت هم میفهمه، هیچ باید دی مجالس دی درس ها نشینه. و از این خاطر میگه که این شبهه رد شد که اینمی اصول چی هسته؟ این شبهه شیطان که قرآن سنت ترک بکنیم به خاطر سختش. نه خیر، قرآن بسیار آسان هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار آسان است. وقتی که برای مردم گفته شد و کل مردم اینا میفهمند. خب این که مثلا باز از این مسائل فقهی و مسائل استنباطی هست او را گفتیم که مربوط به علما هست. اما دیگه موضوعاتی که برای عام است که من نیست یک مسلمان عقیده خود از قرآن میگیرم، اخلاق خود از قرآن میگیرم، وقتی که آیات قرآن بخوانی و ترجمهش بفهمی خود به خود سر انسان تاثیر میکنه. و الله متعال میگه ولقد یسرنا، یقینا که ما آسان ساختیم قرآن للذکر، برای ذکر چی رو میگن؟ برای تلاوت کردن، برای فهمیدن، برای عمل کردن. خب این اصول ششگانه چی شده؟ این اصول بسیار واضح و روشن عالم میگه که بیانها الله تعالی بیانا واضحا للعوام فوق ما یظن الظانون. میگه الله سبحانه و تعالی همین اصول ششگانه را این بسیار واضح بیان کرده برای عوام، فوق ما یظن الظانون، بلندتر از اون چیزی که مردم گمان میکنه. الله سبحانه و تعالی همین اصولی که برای یک انسان ضرور است این بسیار ساده و آسان در قرآن عظیم شان بیان کرده هست. در اینجا این اصول بسیار واضح و روشن در قرآن بیان شده. این اصول حتی مردم عوامی که تحصیلات و علم نداشته باشن وقتی برشان بیان شود به آسانی این درک میکنن. وضاحت این اصول فوق آنچه است که بعضی ها گمان میکنن که آن را هر کسی یاد گرفتن نمیتونه. نه، و برای فهمیدن آن باید علوم زیادی داشته باشی. نه، این نیست. وقتی که مثلا من قرآن شریف ترجمهش میخوانم با اندازه امو علمیت خود من قرآن برای من، قرآن مثل بحر است، مثل بحر است. از این بحر هر کس به اندازه ظرف خود میگیره.
این حاله اگر یک کس مثلا تانکری بسیار کلان داره که مثلا او 10,000 کیلو مثلا 10,000 لیتر مثلا آب میگیره، ما نمیشه که بخیزیم یک کسی که مثلا یک ظرف کوچک داره برزو بگیم تو از این آب نوشیدن نمیتونی. نه خیر، از این آب یک کسی ظرف کم داره به اندازه خود استفاده میکنه، و کسی که ظرفش بزرگتر است او که عالم متخصص است طبعا او استفاده بیشتر و تخصصی میکنه. اما یک کسی دیگه که مثلا عوام الناس است، وقتی که برش قرآن ترجمه میکنی که الله یکی است، الله فرزند نداره، الله مثلا مادر و پدر نداره، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، خلاص میفهمه، ایره کلگی میفهمه. چهارمین نقطه است فهم آن آسان برای کسانی است بر اساس دلیل. طبعا این آسان هست برای کی؟ کسی که مثلا قرآن و سنت گوش میده برش آسان است. اما کسی که هیچ گوش نداده و گوش نمیکنه و مثلا حتی برای یاد گرفتن الفاظ قرآن وقت نمیده، خوب طبعا قرآن خوانده نمیتونه، پس تو ملامت هستی. اما اگر یک کسی، حتی اشخاصی که 60 ساله بودن قرآن یاد نداشتن، در 60 سالگی یاد گرفتن، حتی کسایی هستی معجزه قرآن است، حتی کسایی 60 ساله و 70 ساله میگه من شروع کردم که قرآن حفظ بکنم، قرآن حفظ کردن، در 60 سالگی قرآن حفظ بکنن و فهمیدن و علما شدن. از این خاطر این آسان است برای کسی که در مجلس قرآن میشینه و ترجمه قرآن برش گفته میشه و ترجمه حدیث برش ترجمه میشه و بیان میشه و شرح میشه. اما کسی که به گمان خود فکر میکنه طبعا بر از او نیست دیگه، این حال او به گمان خود فکر میکنه، قرآن باز نکرده. مؤلف رحمه الله میگه بسم الله الرحمن الرحیم ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني آدم الا اقل القلیل. یه عالم میگه که بعد از این که بیان کرد که اصول ششگانه بسیار آسان هست و بسیار فهمش آسان است، کسی که قرآن بخونه و کسی که سنت بخونه فهمیدن از بسیار آسان است و سختی و مشکل نداره، انسان او را خود درک میکنه، خصوصا این مسائل ششگانه را. لکن متاسفانه که بسیار از این کسایی که اذکیای عالم بودن و عقلا بودن، بسیار مردمای ذکی و بسیار مردمای عاقل، اینا در این چی شدن؟ غلط شدن. همین اصول ششگانه را درست یاد نمیگن الا اقل القلیل، مگر یک تعداد بسیار کم. در اینجا این نقاط مهم بیان شده است. در این موضوع بسیاری از مردم غلطی و اشتباه میکنن. علت غلطی بی‌توجهی به قرآن و سنت هست. علت غلطی از اینا چی هست؟ به خاطر که بسیاری کسا بی‌توجهی به قرآن و سنت میکنن، چون عقیدهشان را از قرآن و سنت نمیگیرن. یا چی میکنن؟ عقیده خود از قرآن و سنت نگرفتن و اگر به قرآن و سنت مراجعه کنن و راهنمایی و دلایل زیادی است. مثل که مثلا اینجا مثال میتونم، مثل که یک کسی در شهر دریوری میکنه. شما وقتی در شهر دریوری میکنین اونجا بسیار علائم است، بسیار نشانه هست. اگر شما همین علائم و نشانه را بشناسین و این مراعات بکنین، شما بسیار خوب به هدفتان میرسین بدون از اینکه تکرار بکنین یا بدون از اینکه کدام حادثه شود. و اگر یک کسی مثلا همین اشارات هست، همین که همه چیز است، به این توجه نمیکنه و اما تو حرکت کرده میره به دل خود، این به هدف خود درست رسیده نمیتونه، به خاطر ازی که یا در راه حادثه میکنه و یا سقوط میکنه یا با هدفی که امو اشاره ها بیان میکنه که مثلا اینی را و قسمت میره، ای به فلانی جای میره، ای را به فلانی جای میره، بدون توجه به اونا متحرکت میکنه. یک وقت سعی میکنه که نه به هدف رسیده و بلکه در راه برش مثلا حادثات دیگه هم رخ میده. از این خاطر میگه بسیاری کسایی هست مثلا قرآن هست، سنت هست، وقتی که اگر کسی به قرآن و سنت کمی وقت بده بسیاری از حقیقت ها را درک میکنه. مثل که شما برای یاد گرفتن علائم و اشارات ترافیکی یک مدت وقت میتین، کتابچه یک دارید میخوانید که این اشاره این معنا را میده، این اشاره این معنا را میده، بنابراین در این اشاره توقف باید بکنید، در این اشاره باید حرکت بکنید، در اینجا باید حرکت نکنید، از این را نری، این را خطرناک است، این را رایکار است، این مسائل است. اینا به عین شکل در قرآن و سنت هم بسیار ساده هست. اگر کسی این درک بکنه به همین قسم، اگر کسی در قرآن و سنت کمی وقت بده، بسیاری از این حقیقت ها را درک میکنن، توحید را خوب میفهمند.
ولی کسانی که به این دلایل توجه نمیکنن، عقیده را از قرآن و سنت نمیگیرن، با بسیاری مشکلات اینا مبتلا میشن. اینا کسانی که به این دلایل چی نمیکنن، توجه نمیکنن، عقیده خود را از قرآن و سنت نمیگیرن، پس اینا به چی مبتلا میشن؟ به بسیاری مشکلات مبتلا میشن. سوم، این فهم غلط به خاطر چیز؟ به خاطر فتنه بزرگی که در بین مسلمان ها پیدا شده که مسائل بسیار واضح اعتقادیشان را که بسیار واضح و آسان است و حتی عوام الناس آن را میتوان به سادگی بدانند، ولی متاسفانه که خواص مردم که عاقلان و مردمان زیرک و هوشیار هستند به اساس افتادن به این فتنه ها در این امور اساسی غلط شده و بی‌راه میروند. بسیار کسای ذکی هستند، هوشیار هستند، بسیار عقل دارند، بسیار فهم داره کسانی که بشینی، لکن متاسفانه همین انسان عاقل، همین انسان ذکی در فتنه از فتنه ها مبتلا هست که پس ما شما مثالش براتون ذکر میکنیم، به این فتنه ها مبتلا شده هست. حالا همین انسانی که به این فتنه ها مبتلا هست این حق میتونه پیدا بکنه؟ نه خیر. چرا؟ خودش راه را سر خود بند کرده. مثل چی؟ مثل که یک کسی در روز روشن آینکای سیاه را در چشم خود تایی که در چشم خود بند میکنه، میپوشه، همه چیز برش سیاه معلوم میشه. این حال کل چیز سیاه درک میکنه، کل چیز برش تاریک معلوم میشه، روز برش شب معلوم میشه. پس اینجا مشکل در چی است؟ مشکل در این است که خودش در این فتنه داخل کرده است. مشکل در اینجاست که بسیاری انسان‌های ذکی و عاقل در این فتنه خطرناک مبتلا هستند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در فتاوایش میگه او تو زکاء و ما او تو زکاتن، یعنی این مردم ها میگه که برشان زکاوت داده شده است، بسیار خوب ذکی هستند، بسیار خوب فهمیده هستند، بسیار خوب هوشیار هستند، لکن برشان زکات و پاکی داده نشده است از تعصبات، از تکبرات، از اختیار مناهج غلط، از اختیار روش غلط در رسیدن به حق. در این بلاها مبتلا هستند. بناهن انسان زکاوت تنها که من بسیار ذکی هستم کفایت نمیکنم، باید در پالوی ازی که تو ذکی هستی باید از این فتنه ها، از این تعصبات، از این راه های غلط خدا چی کنی؟ نجات بدی و خدا پاک بسازی. این پاکی مهم است. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت که یعلمکم الکتاب والحکمت و یزکیکم، شما را کتاب و حکمت درس میده و یزکیکم و شما را تزکیه میکنه. پس تزکیه از تمام امراض فکری و از امراض عقلی این بسیار مهم است. و اوتو فهومن میگه بسیاری کسا فهم داده شدن و ما اوتو علمن، فهم داره لکن فهمش به اساس علم نیست، علم کتاب و علم سنت درست نفهمیده است، بلکه فهم ازی فهم غلط هست که به اساس منهج برازی داده شده است. به همین سبب اینان کسانی می باشند که در آخرت وقتی بدبختی و شکست یاره میگن، باز چی میگن وقتی و قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. بسیار خطرناک است.